مسئولین محترم که از ولایت بدخشان اینجا تشریف آوردند. اعضای کمیته منع و تخریب کشت کوکنار ولایت بدخشان به منظور حل سوء تفاهمی پیش آمده مبنی بر تخریب مزارع کوکنار که منجر به اعتراضات چند دهقان در این ولسوالی ها گردیده بود، عازم ولسوالی ارگو شده و با باشندگان این ولسوالی ها دیدار نمودند. الحمدلله نتیجه مجلس خیلی خوب بود، قناعت مردم هم حاصل شد و او خواسته هایی که مردم داشتن آنها را ما گوش گرفتیم، نوت گرفتیم، انشالله این را به بزرگان میرسانیم و یک سوی تفاهمی که در ولسوالی ارگو آمده بود او با همکاری نمی اقوام با همکاری مسئولین الحمدلله و حل شده. قسمی که مثلا مردم ها در رسانه ها پخش میکنن که ولسوالی ارگو این گویا که مردم به ضد امارت خیسن و تظاهرات کردن، نه، الحمدلله ولسوالی ارگو قسمی سابق و طبق اما هدایت فرمان امیرالمؤمنین حفظه الله انشالله با امارات اسلامی همکار هستند و از فرمان امیرالمؤمنین اطاعت دارند و اطاعت میکنند. در همین حال متنفذین ولسوالی های ارگو و درایم ولایت بدخشان میگویند سوء تفاهمات پیش آمده مشکل جزئی بوده و ملت و حکومت لازم و ملزوم یکدیگرند. ما برای امارت اسلامی اتحاد میسپاریم. دشمنانی که تزییس خلق میکنند، از فرصت جویایی که از فرصت استفاده میکنند، همه آنها دروغ است، از هان مردم اما پاک و صاف است. همین پروسه خود پیش ببریم با مشوره ولسوال، با مشوره قماندان امنیت، با مشوره 4 تا عالم منطقه، با مشوره 4 تا محاسن سفید، بگوییم که ما به چه سیستم میره پیش ببریم. در دشته ها مردم ها تریاکور مکمل نیست، ما اونا که از گلکی و پینگانی گرفته تا قلق رسیدن هیچ که یک گپی هم نزد. این در حالی است که اعضای کمیته منع و تخریب کشت کوکنار چندین بار به ولسوالی های بدخشان رفته و ابلاغیه رهبری امارت اسلامی را جهت تخریب و عدم کشت خشخاش به سهم باشندگان این ولایت رسانیده بودند.